3, 2, 1. سلام علیکم بینندگان عزیز. هم خودخین عجایب نازنین هست خود یک جنتی روی زمین. سال 11 است که در ده خودخین ناگهانی آسایشگاه دکتر طاهری عرض وجود دارد و از 10 اپریل اینجانب حرکت در اینجا استراحت کنندگان آماده سلامتی خود را برقرار نموده ایستادند. در اینجا ما زیاد از 30 هر اصول طبابت را جاری نمودیم که همه آنها یعنی همچون طبیعی درمانی هستند. از آن جمله امروز اکثر بیماران در حوض شناوری که در اینجا در آب روان در سای هست آبادی میکنند، در آن را آب تاب میتهند لای هوای شفاور که خود در طبیعت است، از آن استفاده میکنند و هر روز 7 مشروط طبابتی سیر و سلامت است که بیماران سفر میکنند، تماشا میکنند، با طبیعت مراجعت میکنند، معامله میکنند و از آن جمله در درس‌هایی که ما در طبیعت میگذاریم آنها استفاده گیاهای شفابخش و شناسایی با آنها را میآموزند و در قسمت دوم باشد دستگاه‌های فیزیوتراپی دست یعنی رادیوالنوای تراپی، ساونی هورمونی، سوزا مونی، هیپنوز، محض مانوالی، محض دستی یعنی موندنی بانک‌ها زیاده از 30 طرز طبابت در اینجا جاری است و اکثر شخصیت‌ها از کشورهای بیرون از آن جمله از آلمان تا یعنی ازبکستان با واسطه اینترنت از کانالی ما که در یوتیوب دکتر طاهری نام دارد از آنجا دیده و امروز آمده در اینجا استراحت کرده شده. مرحمت با آسکای دکتر طاهری و برنامه ما تا 60 سال اون دیدن است. آدما از بیماری نه از نادانی میفهمند. برای همین هر کسی که اینجا میبیاد ما کورس‌های مخصوص میآموزانیم که آنها دیگر بیمار نشوند و سلامتی خود را برقرار کرده عمر خود را دراز